درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خب اومدیم با اخبار جدید در مورد بنتن و سری جدیدش. خب ما که گفتیم حالا قرار ساخته بشه در سال 2025 شاید رونمایی بشه، اما بیایم یه ذره ببینیم در چه سری میخوام بسازم. خب توی این مسابقه جدیدی که با یکی از گروه منافکشن داشتن، زیاد اصلی نیست، مهره اصلی نیست، ولی خب اون بندز دانکینولا مهمه. گفتن قراره مثلا اگه خوبه، یعنی ببین با دو طریق میتونه بنتن ادامه پیدا کنه، یا اینکه ادامه سری کلاسیکه یا همون بنتن 10000 که بهتون گفتم. خب حالا ما میایم فرض میزنیم بر بنتن 10000 که ما تقریبا از همون سری بنتن کلاسیک تا حالا منتظرشیم و منتظریم که بیاد یه چیزایی در موردش ببینیم و ببینیم چیه اصلا میخواد بیاد، چجوری میشه بید. خوبه، احتمالاً کیفیت خوبی داشته باشه، ولی خب ما باید به این نکته توجه کنیم که اون اصلا نباشه، یعنی بنتن کوچکه به همون بنتن 17 ساله دیگه نباشه و خب این یه ذره شوکه کننده از طرفدارا و همچین یه ذره بد میشه. ولی گفتن یا خب بنتن سری جدید بنتن 17 ساله میسازیم یا بنتن بزرگسال، یعنی یه چیزی مثل این میشه خوب بود. اما دانکینولا همچین چیزی تایید نکرده و ممکن فقط یه فرضیه باشه. خب همین بود دیگه، تنها اخباری که میتونستم دربارت جمع کنم همین بود. خب لایک و ساب بدون نره و تا ویدیو دیگه کانال انیمیشن فکت